بهت گفتن خودت باش. گفتن حرف دلت رو بزن. همشون طعنه بودن. هر بار که حرف دلت رو زدی، دشمنهات یک گلوله رایگان گرفتن. تو فقط سبک شدی، قوی‌تر نشدی. و این واقعیتیه که هیچ کس بهت نمیگه. ماکیاولی قرنها پیش هشدار داده بود. صداقت بیش از حد احمقانه ترین استراتژی برای بقاست. حالا تو اینجایی و من قراره بهت نشون بدم چطور با سکوت و بی تفاوتی هوشمندانه قدرت واقعی رو به دست بیاری. این ویدیو قرار نیست حالت رو خوب کنه. قرار نیست بهت انگیزه بده یا تو رو خوشحال کنه. این ویدیو قراره رفتارت رو خطرناکتر، حساب شده تر و آماده تر برای هر ضربه ای کنه. بیشتر آدم ها فکر میکنن صداقت یعنی شفاف بودن، یعنی قابل اعتماد بودن. صداقت بیش از حد یعنی دادن اطلاعات رایگان به کسانی که منتظر ضربه زدن هستند. هر بار که احساساتت، هدفهات یا انگیزهات رو آشکار میکنی، داری قدرتت رو تحویل دشمن میدی و دشمن همیشه آماده است. حتی دوستان نزدیک، حتی کسانی که امروز در کنارت هستند، فردا ممکنه از همین اطلاعات علیه تو استفاده کنن. تصور کن هر بار که شفافیت نشون دادی، یک گلوله رایگان تحویل دادی. حالا تصور کن اگه یاد بگیری چه زمانی سکوت کنی، چه زمانی نشون بدی و چه زمانی عمل کنی، اون موقع میبینی چقدر جلوتر میری و چقدر ضربه ها کمتر میشه. این ویدیو 7 درس داره که بیشتر آدم ها حاضر نیستن بشنون. چون راحت نیست. چون مسئولیت داره. اینها حرفهای انگیزشی نیست. اینها قواعد بقا هستند. اگه این درس‌ها رو بلد نباشی، دیر یا زود در روابط، کار، قدرت و حتی زندگی شخصی بازنده میشی. بدون اینکه بفهمی دقیقاً کجا اشتباه کردی. اما اگه این 7 درس رو واقعاً بفهمی و اجرا کنی، بازی عوض میشه. دیگه هر حرفی رو نمیزنی، هر احساسی رو لو نمیدی، هر رابطه‌ای کنترلت نمیکنه. تو تبدیل میشی به کسی که بقیه مجبورن حدسش بزنن، نه کسی که همه راحت میخوننش. این ویدیو برای آدم‌های خوشقلب ساخته نشده. این ویدیو برای کسی که میخواد زنده بمونه، جلوتر بره و ضربه نخوره. چون اون چه قراری یاد بگیری دنیای تو رو عوض میکنه. پس بریم سراغ درس اول. هدفت رو لو نده. بیشتر آدم ها فکر میکنن گفتن هدف یعنی جسارت، یعنی شفافیت، یعنی من چیزی برای پنهان کردن ندارم. این فکر بچگانه است. گفتن هدف یعنی گذاشتن نقشت روی میز، جلوی آدم هایی که بعضی هاشون حتی هنوز نمیدونن قرار دشمن تو باشن. وقتی میگی میخوام فلان جا برسم، در واقع داری به بقیه زمان میدی. زمان برای فکر کردن، برای آماده شدن و برای مانع ساختن. حتی اگه کسی نیت بدی نداشته باشه، ناخودآگاه شروع میکنه خودش رو با تو مقایسه کردن. حس رقابت میگیره یا میخواد ثابت کنه تو اشتباه میکنی. تو هنوز حرکت نکردی ولی مقاومت شروع شده. آدمهای ضعیف قبل از حرکت توضیح میدن. اما آدمهای قوی حرکت میکنن بعد توضیح میدن. اگه اصلاً توضیح بدن، قدرت در ابهامه. وقتی کسی ندونه دقیقاً دنبال چی هستی، نمیتونه مستقیم جلوت رو بگیره. مجبور حدس بزنه و حدس همیشه پرهزینه است. هر بار که هدفت رو گفتی، در واقع خودت رو قابل پیش بینی کردی. قابل پیش بینی یعنی قابل کنترل. قابل کنترل یعنی قابل حذف. این یک زنجیره ساده است، ولی بیشتر آدم‌ها نمیخوان قبولش کنن چون دوست دارن دیده بشن، تشویق بشن و تایید بگیرن. ماکیاولی دقیقاً همینو میفهمید. او نمیگفت حرکت نکن،
میگفت بی صدا حرکت کن. نه از روی ترس، بلکه از روی هوش. کسی که مقصدش معلومه راحت تر زمین میخوره از کسی که فقط حرکتش حس میشه. تو لازم نیست همه بدونن قراره کجا برسی. لازم نیست کسی بفهمه برنامه‌ات چیه. تنها چیزی که باید دیده بشه نتیجه است. وقتی نتیجه اومد دیگه مخالفت بی‌معنی میشه، چون بازی تموم شده. اگه الان حس میکنی من فقط اینو با نیت گفتم، همین جمله یعنی هنوز بازی قدرت رو جدی نگرفتی. قدرت با نیت کاری نداره، با اطلاعات کار داره و تو یا اطلاعات رو کنترل میکنی یا قربانی کسی میشی که کنترلش میکنه. درس دوم، احساس واقعیت رو نشون نده. بیشتر آدم ها فکر میکنن ابراز احساس یعنی انسان بودن. ابراز احساس بی کنترل یعنی باز کردن در قلعه از داخل. هر احساسی که نشون میدی یک نقطه فشار معرفی میکنی. عصبانیت یعنی میدونی کجا تحریکت کنن. ناراحتی یعنی میدونن کجا ضربه بزنن. حتی شادی بیش از حد یعنی میفهمن چی برات مهمه و از همونجا میتونن تعادلت رو به هم بزنن. آدم‌های ساده فکر میکنن آدم قوی کسیه که احساس نداره. این اشتباهه. آدم قوی احساس داره ولی نمایشش رو کنترل میکنه. احساس برای خودش، واکنش برای دیگران. وقتی تو سریع واکنش نشون میدی، در واقع داری میگی این دکمه منه، اینجا رو فشار بده. و باور کن آدم‌ها از فشار دادن دکمه ها لذت میبرن. گاهی حتی بدون اینکه دشمن تو باشن. سکوت در لحظه احساسی ترسناکه، چون طرف مقابل نمیفهمه چه اتفاقی افتاده. نمیدونه عصبانی شدی یا ناراحت شدی یا داری برنامه میریزی. همین ندونستن دست بالا رو به تو میده. ماکیاولی میدونست که واکنش لو دادن موقعیته. کسی که واکنش واقعیش معلومه قابل بازی کردنه. کسی که واکنشش نامعلومه بقیه رو وادار به عقب نشینی میکنه. کنترل احساس به معنی خفه کردن خودت نیست. به معنی اینه که تصمیم میگیری کی و کجا دیده بشی. نه اینکه هر اتفاقی افتاد فوراً بیرون بریزه. اگه الان فکر میکنی ولی این سخت و غیر انسانیه، بدون دقیقاً همون جایی هستی که اکثر آدم‌ها گیر میکنن. قدرت قرار نیست راحت باشه. قرار تو را امن نگه داره. درس سوم، دوستان و متحدانت رو آشکار نکن. یکی از احمقانه ترین کارها اینه که به بقیه نشون بدی پشتت کیه. این یعنی تحویل دادن نقشه امنیتیت. وقتی دیگران بدونن چه کسی با توه، مستقیم سراغ همون آدم ها میرن. فشار، تطمیع، ترس، شایعه. هیچ کس اونقدر قوی نیست که همیشه ثابت بمونه. مخصوصاً وقتی بدونه در تیررسه. آدم‌های حرفه‌ای شبکه دارن. اون شبکهشون دیده نمیشه. نه معرفی میکنن، نه پوز میدن، نه اسم میارن. چون میدونن قدرت واقعی وقتی کار میکنه که ناگهانی ظاهر بشه. اگه بقیه بدونن از کجا ضربه میخورن، مجبور میشن محتاط باشن. محتاط شدن یعنی کند شدن. کند شدن دیگران یعنی جلو افتادن تو. دوست واقعی نیازی به نمایش نداره. اتحاد واقعی در سکوت شکل میگیره. هر وقت دیدی کسی مدام از روابطش حرف میزنه، بدون یا تازه کاره یا ناامنه. ماکیاولی دقیقاً همین رو نکته میدانست. قدرت وقتی مؤثره که غیر قابل ردیابی باشه. وقتی بقیه ندونن پشت صحنه چه خبره، حتی تصمیم‌های ساده تو هم بزرگ و ترسناک به نظر میرسه. تو لازم نیست تنها باشی. اما لازم نیست همه بدونن
تنها نیستی. این تفاوت آدمیه که بازی رو میفهمه با کسی که فقط توش زندگی میکنه. اگه الان حس میکنی ولی من چیزی برای پنهان کردن ندارم، دوباره همون خطای قدیمیه. قدرت برای پنهان کردن جرم نیست، برای جلوگیری از ضربه است. درس چهارم، انگیزه های درونیت رو لو نده. ببین، هر کسی بفهمه چی تو رو حرکت میده، راحت میتونه ازش علیه تو استفاده کنه. ترس داری، میفهمه کجا تو رو زمین بزنه. عشق میفهمه کجا میتونه دستت رو ببنده. احترام میفهمه کجا میتونه تو رو کنترل کنه. آدم‌های معمولی فکر میکنن انگیزه ها چیز خوبیه که همه بدونن. ولی آدم‌های باهوش میدونن انگیزه ها سلاحه. وقتی کسی موتور حرکتت رو ببینه، میتونه سرعتت، مسیرت و حتی خودت رو دستش بگیره. پس هر کاری میکنی نذار کسی بفهمه واقعاً داری انجامش میدی. نتیجه رو ببینن کافیه. نه دلیلت، نه احساست. وقتی بقیه ندونن چرا داری کاری رو انجام میدی، مجبورن حدس بزنن و حدس زدن همیشه پرهزینه است. درس پنجم، از نفرت‌هات حرف نزن. هرچی بیشتر نشون بدی از چی بدت میاد، بیشتر آسیب پذیر میشی. وقتی بقیه بفهمن چه چیزی آزارت میده، دقیقاً همونجا میتونن فشار بیارن و کنترل رو دست بگیرن. نباید اجازه بدی احساس نفرتت یا ناراحتیت بیرون بریزه. ظاهر بی تفاوت بودن یعنی تو کنترل بازی رو داری و بقیه نمیتونن راحت حدس بزنن چی تو رو تحت فشار قرار میده. واکنش سریع به چیزایی که آزارت میده یعنی دادی اطلاعات رایگان میدی. ولی وقتی سکوت کنی و بی صدا باشی، آدم‌ها نمیتونن بفهمن چه اتفاقی افتاده و نمیتونن راحت ضربه بزنن. حتی در روابط دوستانه یا کاری، نشون دادن نفرت باعث میشه بقیه فاصله بگیرن یا ازت سوء استفاده کنن. وقتی بقیه ندونن چی آزارت میکنه، احترام و کنترل تو بیشتر میشه. سکوت و بی‌تفاوتی سپر و ابزار قدرتمندیه. نه به دوست، نه به دشمن و نه به همکار. درس ششم، وفاداری و فداکاری بیش از حد نکن. خیلی ها فکر میکنن وفاداری یعنی همیشه در دسترس بودن، همیشه کمک کردن و همیشه تایید کردن. این فکر اشتباهه. وفاداری بیش از حد باعث میشه دیگران طلبکار بشن و تو تحت فشار قرار بگیری. قدرت یعنی بدونی کی باید بمونی و کی باید فاصله بگیری. وفاداری کنترل شده تو رو قوی و غیر قابل ضربه میکنه. فداکاری بی حد باعث میشه انرژی و وقتت هدر بره و ضعفت آشکار بشه. اما وقتی حد و مرز داری و وفاداریت رو حساب شده خرج میکنی، همیشه دست بالا رو داری و کسی نمیتونه سوء استفاده کنه. یاد بگیر کمک کنی، اما نه هر وقت و نه بی قید و شرط. وفاداری و فداکاری کنترل شده یعنی قدرتت رو حفظ کنی. درس هفتم، نظر واقعیت درباره خودت رو مخفی کن. هرچی بیشتر درباره خودت توضیح بدی، بقیه راحت‌تر میتونن تحلیل کنن و ازش علیه تو استفاده کنن. آدم‌های قدرتمند نظر واقعیشون رو پنهان میکنن و میذارن بقیه فقط حدس بزنن. هرچی کمتر درباره توانایی‌ها، احساسات و تصمیمات حرف بزنی، اباحت و احترام بیشتری پیدا میکنی. وقتی خودت رو کامل لو نمیدی، بقیه نمیتونن راحت پیش بینی کنن چه کار میکنی. ابهام درباره خودت ابزار قدرته. هرچی کمتر توضیح بدی و بیشتر عمل کنی، همیشه در موضع قدرتی و غیر قابل پیش بینی میشی. کمتر توضیح بده، بیشتر عمل کن. اجازه بده بقیه حدس بزنن، نه تحلیل. این کاریه که آدم‌های باهوش و خطرناک
انجام میدن و باعث میشه تو همیشه دست بالا رو داشته باشی. اگه تا اینجا اومدی یعنی حتما یه جای کارت میلنگه. یا زیادی حرف زدی یا زیادی احساس نشون دادی. آدم‌هایی اعتماد کردی که بعداً فهمیدی. این بدشانسی نیست. نادونی قواعد بازیه. حرف اصلی این ویدیو فقط یه چیز بود. قدرت یعنی کنترل اطلاعات. نه زرنگ بازی، نه نقش بازی کردن. فقط این که بدونی چی رو نگه داری برای خودت و چی رو اصلا نباید بگی. هر بار که هدفت رو گفتی، هر بار که احساس واقعیت رو نشون دادی، هر بار که نفرتت، انگیزت یا وفاداری بی حدت رو لو دادی، در واقع داشتی ابزار میدادی دست بقیه تا کنترلت کنن. مشکل بیشتر آدم‌ها این نیست که ضعیفن. مشکلشون اینه که لو میرن. خودشون با دست خودشون. این 7 درس قرار نبود حالت رو خوب کنه. قرار بود حالت رو امن نگه داره. قرار بود دیگه راحت خونده نشی. راحت بازی داده نشی و راحت ضربه نخوری. قدرت یعنی کمتر توضیح بدی. کمتر احساساتت رو خرج کنی و بیشتر فکر کنی. بی‌تفاوتی یعنی کنترل. یعنی احساس داری ولی کلیدش دست خودته، نه دست بقیه. این مسیر برای آدم‌هایی نیست که میخوان همه دوستشون داشته باشن. برای آدمیه که میخواد سر پا بمونه، جلوتر بره و زمین نخوره. اگه این حرفا اذیتت کرد یعنی درست فهمیدی. و اگه حس کردی باید دوباره گوششون بدی یعنی وقتشه جدی‌تر بازی کنی. اگه میخوای این قواعد رو عمیق‌تر یاد بگیری و هر بار یه قدم جلوتر از بقیه باشی، این کانال رو سابسکرایب کن. اینجا قراره حرف‌هایی زده بشه که خیلی ها دوست ندارن بشنون. ولی دقیقاً همون چیزیه که باعث میشه بازنده نباشی.